شاید برای همتون سوال باشه که آیا توپ قرمز پل میتونه جلوی گلوله را بگیره؟ من این توپ قرمز بزرگ رو هدف گرفتم. شروع میکنیم با 22 کاله. همینجا برخورد کرد و فقط یه خراش کوچیک روی رنگ گذاشت. بعدی 9 میلی. یه تو رفتگی بزرگ اینجا صاف، ولی برگشت عبور نکرد. میرم سراغ سنگین‌تر. 44 مگنوم. ضربه همینجاست. دهانه رو بزرگ کرد ولی بازم هیچ چی رد نشد. حالا 5.56 نوک سبز. این یکی یه تیک از توپ رو جدا کرد. رفت داخل ولی از پشت بیرون نیومد. 50 ای. یه وفه خوشگل روی توپ گذاشت اما باز هم دوام آورد. نوبت شاتگان 12 گیج سلاک. اینجا خوب یه تیکه بزرگ رو کند اما عبور نکرد. میرسیم به 308. بزرگترین سوراخ تا اینجاست ولی باز هم از اون طرف رد نشد. جالبه. بعد 6.5 کلید بود. یه شکاف اساسی باز کرد. گلوله همینجا گیر کرد و حالا اول ماجرا 50 کال. یه تیکه بزرگ از بالای تو کنده شد. گلوله وارد شد اما نه از پشت بیرون